این گروه دانشجویان تاجیک به سبب بسته بودن مرزها ماه‌ها باز نمی‌توانند که برای ادامه تحصیل بر روسیه بروند. آنها روز 11 نوامبر در نزد بنای سفارت روسیه در دوشنبه جمع شده از نمایندگان سفارت پرسیدند که راهشان به روسیه کی گشوده می شود. ما همینجا اومدیم، بچه‌ها جمع شدیم که مراجعت کنیم به سفارتخانه روسیه، ما رو برای روان کردن به شهر روسیه، اما نتیجه نیست. مسئولان سفارت روسیه در دوشنبه به دانشجویان وعده دادند که روزهای نزدیک آنها را به حضور پذیرفته به همه سؤالهایشان جواب می‌دهند. این در حالی است که دانشجویان میگویند بارها به سفارت تلفنی و خطی مراجعت کرده ولی پاسخ دقیق نگرفتند. ما مراجعت کرده بودیم با کنسولی روسیه در تاجیکستان شهر دوشنبه، یگان جواب نبود. امروز آمدیم بچه‌ها خطی هنوز استودنت‌ها دانشجویی که در روسیه میخوانند آمدیم مراجعت کردیم، گفتن روز جمعه بیاین از ساعت 9 تا ساعت 12 روز قبول همه متصدی بوده. ما آمده صحبت میکنیم که ما مجبور شدیم همین کارا میکنیم. ما اگر نسپاریم درس اگزمینمون نسپاریم سیسه تمام شد خارج میکنه. آنها میگویند که ناچار در نزد بنای نمایندگی رسمی روسیه در دوشنبه جمع شدند تا به مشکل آنها توجه و رسیدگی شود. یک مسئول بخش اطلاعات سفارت روسیه به خبرنگار رادیوی آزادی گفت که با پیشنهاد مکتوب رسمی می توانند مسئله سفر دانشجویان تاجیک را شرح دهند. رادیوی آزادی مکتوبی رسمی فرستاد ولی تا زمان تهیه گزارش پاسخ نگرفت. پیشتر گروه دانشجویان برای کمک خواهی در نزد بنای وزارت کارهای خارجی تاجیکستان هم جمع شده بودند. آن زمان دو نماینده وزارت کارهای خارجی با این گروه از دانشجویان صحبت کرده و گفتند مسئله ادامه تحصیل آنها را در دانشگاه‌های روسیه با مقامات مربوطه آن کشور بررسی دارند. دانشجویان بر رادیوی آزادی گفتند که سرعت پست ولی نرخ گران اینترنت و قطع نیروی برق از مانع‌های اصلی برای تحصیل فاصلوی آنها است. هرچند مقامات میگویند که سرعت اینترنت در کشور در مقایسه با سالهای پیش بهتر شده است و محدودیت نیروی برق هم جاری نشده است. طبق اطلاع رسمی روسیه امسال برای داوطلبان تاجیک 630 بورسیه یا کوتا جدا کرده است. به اطلاع وزارت معارف و علم شماره عمومی دانشجویان در دانشگاه‌های روسیه حدود 26,000 نفر را تشکیل می‌دهند. در مجموع به اطلاع این نهاد شماره عمومی دانشجویان تاجیک در 30 دولت دنیا بیش از 34,000 نفر هستند. به سبب گسترش بیماری کرونا ویروس از ماه مارس امسال به این طرف مرزهای تاجیکستان با کشورهای دیگر بستند.